الان آقای ژاپنی اشتباه میکنه، آقای ژاپنی خطا میکنه، تا کمر جلوی ملت دوتا میشه آقا اشتباه کردم ببخشید. تو برو تو ایران یه مسئول پیدا کن از یه جایی که گند زده باشه تو کشور، بهش بگو آقا فقط بگو اشتباه کردم. نکرده، دلار رفته بالا، اونا باید جلوشو بگیرن، اونا باید فکر کنن. ما چه کار داریم؟ هیچ کی خطا نکرده، هیچ کی هم حاضر نیست با این شرایط بگه آقا از مسئول من اشتباه کردم. هر جا هم که به یه مشکل برمیخوریم میگیم اونجا رو تعطیل کن. آب هوا خرابه، الان آلودگی زیاد شده، خب مدرسه رو تعطیل کن. آقا الان هوا سرده، ممکنه افت فشار گاز داشته باشیم، خب اداره ها رو تعطیل کنیم، کارمندا نره. خب آقا الان امنیت کنکور حفظ نیست، الان شرایط یه جوریه که ممکن تقلب بشه تو کنکور، اینترنت رو قطع کن. آقا الان فلان نماینده داره حرف ملت رو میگه، از منطقهش داره جار میزنه که منطقه من این فقر و تبعیضه، میکروفونش رو قطع کن. یا الله ما نمیدونیم اصلا این شرایط چطوری، تا رفته اگر هیچی حل نشد میگه برق رو قطع کن. راحت، اگه تاریک باشه کسی رو نبینه، صدای کسی هم در نمیاد. همه این مشکلات از چیه؟ بگید لامپا روشنه و یعنی نباید کسی حرف بزنه. ما که مشکل نداریم. و تا وقتی انسان به سمت پستی نره ارتقا هم نیست. مرسدس بنز شده چون تو دنیاش پستی اختیار کرده. یعنی اگر کسی بیاد از شرکت مرسدس بنز ایراد بگیره بگه فلان جای خودروتون مشکل داره، جایزه هم بهش میدن. خوب کردی آقا، یه نقصی عیبی رو از این صنعت خودروسازی ما به ما تذکر دادی، الان ما برطرفش میکنیم که بتونه با استانداردهای جهانی رقابت کنه، جایزه هم بهش میدن. تو برو ایران خودرو سایپا بهش بگو جناب بنده جلو میزنم عقب میره، میگه مشکل از اعصاب و روان توی. کاری بات میکنن، پرونده اینقدی برات درست میکنن که آخر باید بگی به خدا خر من از کرگی چی آقا دم نداشت، به خدا ویل کن من برم. برای همینه که هی درجا میزنیم 111 131 141 100 فلان یک، آخرم تهش پرایت کپتر. خر همون خر، فقط چیکار میکنن؟ پالونشو 2 تا شماره اضافه میکنن، هیچیش هم عوض نمیشه. چون اصلا قرار نیست خطا قبول کنیم، قرار نیست ضعف ها رو بپذیریم، قرار نیست بگیم ما اشتباه کردیم، در فلان جا در فلان تصمیم گیری اشتباه کردیم، در فلان موقعیت ما اشتباه کردیم، چشم اصلاحش میکنیم. نیستیم. و تا وقتی که انسان، ببینید اگر ژاپن شده چون تو دنیاش لااقل به صورت عقلانی، نه با فکر آخرت، نه با للهیت، به صورت عقلانی به سمت پستی یعنی تواضع فروتنی رفته، الله دنیاشون رو رشد داده. للهیتی دینی نیست، للهیتی با فکر آخرت نیست، للهیتی با ایمان و احتساب نیست. خب تواضعی از سر اینا، تواضع عقلانیه، میفهمن تا ما خطاهامون رو قبول نکنیم چی؟ رشد هم نمی کنیم. برای همینه که دارن رشد میکنن، ولی ما خطا قبول نمی کنیم. ما هم تو هم جامعه خودمون دیدید تا به حال کسی تو این جامعه یه جایی از خود ما، از آحاد و توده ملت، آقا این مسئولی هم که آمدن از کره ما مریخ که نیامدن که، از همین بطن دل جامعه ما بلند شدن دیگه، تو همین مدرسه ها درس خوندن، تو همین دانشگاه ها درس خوندن، تو همین خانواده ها تربیت شدن، اینا هم که دیگه هستن، از همین جامعه بلند شدن که اینا چکیده و اساره همین جامعه. شما دیدید تا بال 2 نفر با هم تصادف کنه، یکی بیاد پایین بگه تقصیر من بوده، من واقعا این خطا رو تو راهنما رانندگی کردم، من معذرت میخوام. دیدید تا بال اینطوری باشه؟ امکان نداره. تا تصادف میشه از اون خودشون هم نفهمیدن چی شده، این هم آستیناشو میزنه بالا، او هم میزنه بالا،
این اونو فوش میده، اون تککاری میکنه. خب صبر کنی، یک تو خطا کرده قبول کنید خطا کرد. نه ما خطا نمی کنیم. ما چی هستیم؟ بگید ما ایرانیم. ما نامه پیغمبر پاره میکنیم. ما دنبال خداییم. هیچ کی حاضر نیست خطا قبول کنه. دیدید تا به حال یه نفر سکوت کنه بگه آقا همین حرفی که تو میزنی راست میگی، بله درسته من متوجه اشتباهم شدم؟ ما هم نمی کنیم. تا خطاهامونو قبول نکنیم، تا به خاطر الله تواضع اختیار نکنیم، عبدیت اختیار نکنیم، ترقی هم نیست. ما امروز به نام سعدی داریم تو ایران افتخار میکنیم، به نام حافظ داریم افتخار میکنیم، به نام مولانا که اشعار فارسی گفته داریم افتخار میکنیم، ولی همه این آموزه های عرفانی و انسانی، همه اینها داره میگه چیکار کنید ایرانی‌ها؟ چیکار کنید؟ تواضع اختیار کنید تا بلند بشید. ما با تواضع بلند شدیم، ما با قبول خطا بلند شدیم، شما با اینا بلند بشید. ما از این ذخیره ارزشمند عرفانی انسانی محرومیم، دیگران دارن استفاده میکنن. وگرنه ایران خیلی قابلیت ها داره. اگر ما سراغ این ادبیات عرفانیمون بریم، اگر ما سراغ اون ابرمردانی که به نامشون تو تاریخ ایران افتخار میکنیم بریم، ما خیلی چیزا داریم ولی نمیریم. امروز بر سردر سازمان ملل شعری از یه عارف ایرانی نوشته شده. سازمان ملل بر سردرش نتونستن جمله بهتر پیدا کنن، نتونستن نظم بهتر، شعر بهتری پیدا کنن با این محتوای زیبا که همه انسانیت دور هم جمع کنن، جز شعر کی؟ سعدی شیرازی. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ما یه خانواده جهانی هستیم. پدر آدم علیه السلام، مادر حوا، و ما اگر یه عضو این جامعه به درد آمد باید پیکره انسانیت به درد بیاد. اگر سراغ اینها بریم میتونیم ایران رو درست کنیم، میتونیم اون مجد و عظمت قشنگ تاریخی خودمون رو تو ایران به دست بیاریم، به شرطی که هممون به این سمت بریم. و آقای مسئول ما هم به جای این که صنعت و خودروسازی رو رشد بده، پراید درست میکنه، یاسین میذاره تو داشبوردش. بعد این شد صنعت اسلامی. این یاسین رو میدونید برای چی میذارن؟ این جزء آپشناشه دیگه، باید بفهمی برای چیه. این برای اینه که اگه یه وقت چپی چوپی تصادفی که کردی دراش قفل میشه، آتش گرفت، لحظات آخر یاسین نمرده نمیری. یاسین تو بخونی و بمیری. راحت زندگی نکردی ولی راحت چیکار کنی؟ راحت بمیری. ما نمیدونیم چه خوبیایی داره پراید. از این طرف تو رو شاد میبره، از اون طرف تو رو شاد روان میاره. کدوم قابلیت رو این صنعت خودروسازی کجای دنیا اینو داره؟ کره جنوبی اینو داره؟ آلمان اینو داره؟ نداره. ما داریم. آقا داشبورد داخل این قرآن داخل این داشبورد نذارید. ماشین رو ارتقا بدید، خطاهاتون رو بپذیرید. تو همه ابعاد هر کسی که در هر سمتیه، در هر موقعیتیه، در هر جایگاهیه، دینی و دنیوی، اگر پستی رو اختیار کنیم، قبول کنیم ما هم خطا میکنیم، قبول کنیم ما هم ضعف داریم، قبول کنیم یه جاهای نیاز به اصلاح حتی در ما، از کف جامعه ما گرفته برو تا بالا، همه هیچ کی معصوم نیست جز انبیاء علیه السلام. همه احتمال خطا دارن. هر کی در هر موقعیتی هست در او احتمال خطا هست. خطا رو بپذیریم، پستی اختیار کنیم، بگو ما اینجامون اشتباهه، بگو من میخوام بشنوم. اصلا ما موقعی که دو نفر با هم جر و بحث میکنیم حتی نمیخوایم بشنویم. آقا بشنو شاید راست بگه، نه میجنگیم.
تو کف جامعه هم اینه، آحاد توده جامعه ما اینه. اصلا مسئولین ما حاضر نیستن بشنون. همون اول میگن این آقا به آمریکا وصله، این به اسرائیل، بذار حرفشو بزنه، ویل کن به کجا وصله، بعد ببین راست میگه یا غلط میگه. چه حرفی آخه؟ بشنویم، گفتگو کنیم، خطاها رو بپذیریم. خود ما مشکلات همه حل میشه، مشکلات خانوادگی هم حل میشه، مشکلاتی که امروز تو جامعه با هم دیگر داریم حل میشه، مشکلاتی که تو کشور داریم همه حل میشه، به شرطی که چه؟ به این راهکار مولانا عمل کنیم. اندر این ره سوی پستی ارتقاست. اگر دست پایین گرفتیم، تواضع و فروتنی کردیم، خطاهامون رو پذیرفتیم، الله ما رو بلند میکنه. من تواضع لله رفعه الله.